تنها بازیگر ایرانی که مادرش تو تنهاییش ولش کرد ولی الان ماشین 13 میلیاردی سوار میشه. بهتاش فریبا به خاطر بازی بهرام افشاری بود که اینقدر به دل نشست. جالبه بدونی این بازیگر زندگی دردناکی داشته که هر روز یه تیکه‌ای ازش برملا میشه. وقتی که فقط 2 سالش بوده مادرش ولش میکنه و اون میمونه و پدر بیمارش. با اینکه سنش کم بود خیلی بیشتر از همسن و سالاش میفهمید، چون اصلاً بچگی نکرد و هر روز پشت در آی سی یو منتظر یه خبری از پدر بیمارش بود. وقتی هم که پدرش فوت میکنه تو سن جوانی به تهران میاد، ولی حتی 20,000 تومان پول کرایه ماشینو نداشت. برای همین میره خون اهدا میکنه تا در ازای چند کیسه خون اهدایی 40 تومن بذارن کف دستش. وقتی که پاش رسید به سینما گفت اومدم که تا آخر بمونم و همینم شد. حضورش تو 3 فصل آخر پایتخت، رحمان 1400 و فسیل خوب نشون داد که واقعا بچه با استعدادیه. انگار خدا این بشر رو آفریده که بگه آدمای بیکس و فقیر هم یه شانسی برای برنده شدن دارن. اگه شما هم عاشقشید قلب پایینو قرمز کنید. برای دیدن مطالب روز دنیا حقایق باستان رو فالو کنید.